سلام، امیدوارم که حال دل هممون به زودی خوب بشه و خنده دوباره تکراری ترین اتفاق زندگیمون. من مانا رجبی هستم و امروز با برنامه در شهر اومدیم اینجا که گرند اوپنینگ خیریه مامز اگینست پاورتی هست. ببینیم چه کارایی میکنن و جریانشون چیه که ایشالله بزرگترین خیریه ونکوور رو راه اندازی کنن. با ما باشید. در خدمت خانم دلفریب، پرینسیپل فاوندر و سی ای او مامز اگینست پاورتی هستیم. خانم دلفریب سلام. سلام مانا جان، مرسی، خیلی متشکرم. از این کارهای بسیار زیادی که توی ایونتتون میتونم توضیح بدین ولی لطف کنین برای بیننده های مام توضیح بدین که خیریه شما چی کار میکنه و چجوری Tell me about your خیریتون. حتما. Moms Against Poverty یه US ارگانیزیشنی که سال 2008 تو امریکا تو بی ایریا درست شده و از سال 2000 is an international organization, global organization. Purpose serving the children of the world. ما برنامه‌مون 4 تا پروگرام داره که هستش health, education, basic provision و آخریش orphan care که خیلی به قلب من نزدیکه به خاطر اینکه من خودم 3 تا بچه‌هام از ایران به فرزندخوانی داستان قشنگی هم که تعریف کردین که چی شد که اصلاً خواستید که این کار رو انجام بدید. دوستان تعریف کنین. حتما. من سال 2006 با همسرم رفتیم ایران که بچه سوممون رو به فرزندخواندگی قبول کنیم. تو پرورشگاهی که دختر 11 سالمه به فرزندخواندگی قبول می‌کردیم. یک دختر دیگه ای بود همسن دختر خودم به اسم سپیده که خواهش کرد که به فرزندخواندگی ببرمش. در واقع begged of me که ببرمش ولی متاسفانه برای من امکان پذیر نبود. هر دفعه که میرفتم پرورشگاه تا زمانی که کار دختر خودم درست شه بیارمش به من میومد و از من خواهش میکرد که ببرمش با خودم. هر دفعه با قلب شکسته باید بهش میگفتم نمیتونم. روز آخری که من و دخترم رفتم توی پرورشگاه که از همه خداحافظی کنیم ازش، یعنی به من دوباره اومد طرف من با گریه، به من گفت که منو ببر با خودت، من دختر خوبی برات میشم. من گفتم نمیتونم ببرمت. یه نگاه کرد به دخترم بغلم گفت چرا اینو میتونی منو نمیتونی؟ چرا من باید بمونم؟ چرا منو هیچکی نمیخواد؟ و من به اون زمان جوابی برای این حرف نداشتم. عوضش بهش یه قولی دادم. قول دادم که تا زمانی که من زنده هم نذارم اون و بچه‌هایی مثل اون فراموش بشن. وقتی برگشتم امریکا با 4 تا مادر دیگه یه سازمان درست کردیم و تا به امروز سازمان ما بیشتر از 2.6 میلیون children and families رو ساپورت کرده، بیشتر از 84 تا مدرسه ساخته، بیشتر از 102 تا پری اسکول درست کرده، هلت کلینیک ساخته. We have given thousands and thousands pounds of food to families in Iran. We've done a lot. خسته نباشید واقعا. سلامت دستتون درد نکنه. باشید. مرسی از این همه زحماتی که میکشید. صدایم کن، صدایم کن، صدای تو ترانه است، نفس‌های تو در گوشم، کلامی ها شمارده است. اگر از تو جان و من جان
As Moms Against Poverty enters our 15th year in service to impoverished children across the globe, we'd like to stop and reflect on all that we have been able to accomplish with your support in 2022. Our mission revolves around our 4 pillars of service: education, hunger relief, orphan care, and health care across the US and Iran, with extensions in Senegal and Cambodia. From the very beginning, we have been focused on supporting girls and boys, young women, and children with disabilities through education and vocational training, affording them the opportunity to be heard. Since 2008, Moms Against Poverty has served over 2.6 million children and families in need. We've built 84 schools and vocational schools. We've supported over 12,000 orphaned children. We've fed and provided basic provisions to over 1.5 million in need. And we've provided access to free education to more than 443,000 children and healthcare to more than 660,000 children. Last year began with our principal founder and CEO receiving the Jacqueline Kennedy Onassis Award for Outstanding Service benefiting local communities on behalf of Moms Against Poverty. This award recognition is a reflection of the tireless efforts of Moms Against Poverty's global team and is shown in the impact made in 2022. 153,588 children and families received food and basic provisions. 166,786 received healthcare support. 35,030 children gained access to free education. 1,628 orphans were housed and supported. Even with our tremendous efforts to end childhood poverty, about 1 billion children are multidimensionally poor, with an estimated 356 million children living in extreme poverty. As we enter into 2023 together, we continue the fight to end childhood poverty by providing education, hunger relief, orphan care, and health care. شما خیلی کار خوب کردین که اومدین تو روستای ما و این مدرسه رو ساختین. Merci ma pour cette belle école. Merci ma nous avons une très belle école. Nous remercions vraiment ma. Merci ma. Merci ma. Thank you ma. Muchas gracias ma por toda esta organización. Muchas gracias ma por toda esta ayuda que nos están dando. Es una bendición para nosotros. Thank you so much. We ask you to join our movement, become a change maker, and make a difference, child by child. For more information and to learn how you can help, please visit momsagainstpoverty.org. در کنار آقای اشکان تقی‌پور هستیم که مسئولیت در واقع پخش کردن این منابعی که جمعی بیشتر رو در ایران دارن. اشکان جان سلام. خسته نباشین. مرسی که از ایران تشریف آوردین. لطف می‌کنین خودتون رو معرفی کنید، سمتتون در کار. حتما. اشکان تقی‌پور هستم، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه نیکگامان جمشید. مؤسسه خیریه نیکگامان جمشید سیستر ارگانیزیشن مامز اگینست پاورتی، هم مامز اگینست پاورتی US، هم مامز اگینست پاورتی کانادا. مثلا یک نمونهش 73 تا مدرسه است که در 19 استان ساخته شده در ایران. اینها بعضیاش اکثر قریب به اتفاقش با نیت تغییرین بوده و ما رفتیم حالا تحقیق کردیم، دیدیم نیازمندی باشه، اونجا مهاجر پذیر باشه، جمعیت گریز نباشه و المان‌ها و شاخص‌های دیگه‌ای که وجود داره باید کار انجام بشه. خب اتفاقات افتاده، مدارس ساخته شده. میریم جلوتر. خب حالا اینجا باز عکسی از نمونه فرمودین که از نیازمند بودن افرادی که کمک میکنین اطمینان حاصل میکنین. این کار چجوری انجام میشه؟ ما یه تیم حرفه‌ای داریم، یه واحد داریم به عنوان واحد ایده و پردازش که کار اصلی واحد ایده و پردازش قبل از اینکه بره توی ایده دادن و پردازش کردن قضیه مددکاریه. یعنی مددکارای ما باید مطمئن بشن که این نیاز واقعیت داره. حالا من میتونم اینو خدمتتون عرض بکنم که از اون جاهای متولی، مثلا بهزیستی اگر مددجوی بهزیستی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی اگر کسایی رو معرفی میکنن مددکاری هاشون، سازمان نوسازی مدارس، جامعه خیریه مدرسه ساز اگر جایی رو میگن که مدرسه هست، یه مرحله رو اونها اعلام میکنن، مرحله بعدی ما میفرستیم صحت سنجربه، اون مهندس ناظره در مورد ساخت و سازها میره میبینه. اونها رو وقتی دیدن دیگه از هر طرف خیال ما راحت شد، مطمئن شدیم، اون موقع این تبدیل تا
منتظر به پروپوزال میشه که اگر عزیزی خواست در اختیارش قرار بگیره که یا بر اساس نیت خیری یا بر اساس جنرال فاندی که جمع شده، در حقیقت اون پولایی که به شکل عمومی توی جلسات مختلف توی محافل مختلف جمع شده هزینه بشه و انجام بشه. گزارش نهاییش هم به مپ یا Moms Against Poverty داده. Moms Against Poverty Canada is a non-profit charitable organization association registered in Canada in 2020 at the height of the COVID. Our mission, modeled after Moms Against Poverty US, is to improve lives of underprivileged children worldwide. Of course, with a special emphasis on children in our own homeland, Iran. We do this by fighting child hunger, disease, and providing education and help during natural disasters. در خدمت آقای مهدی صرافزاده عزیز هستیم. سلام، خسته نباشین. سلامت باشین خانم. لطف کنید خودتون و سمتتون رو معرفی کنید. مرسی خانم. من مهدی صرافزاده هستم، پرزیدنت Moms Against Poverty Canada و در خدمتتون. ممنون ازتون. چند تا سوال. یکی این که چجوری مردم میتونن اطمینان حاصل کنن که مبالغ رو که به شما اهدا میکنن به اون چیزی که میخوان میرسه یا که به دست نیازمندان میرسه؟ اوکی. میدونید که سازمان‌های خیریه رو همیشه درجه بندی میکنن با درصدی از پولهایی که دریافت میکنن و چند درصدش میرسه به مصرف کننده نهایی و در مورد Moms Against Poverty این بالای 90%. ای شرقی غمگین وقتی آفتاب تو رو دید، شهر بارونی توی عطر تو میشید، شب راهشو گم کرد توی سوی گم شد، آفتاب آزادی از تو چشم تو خندید. ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نزار خورشیدمون ببینه، تو مثل رسوایی مثل دریا مغرونی، نزار خورشیدمون ببینه. ای شرقی غمگین بازم خورشید در اومد، آفتاب روی بوم تو بزن. بزرگترین چالنجی که تو این راه داشتین فکر میکنین چی بوده؟ بزرگترین چالنجی که داشتیم اینه که خب شما میتونین تصور کنین که بین کار کردن توی کشورهای بی نهایت مشکله و تراست رو جلب کردن از مردم کامیونیتی خودمون بی نهایت سخته. من همیشه میگم اطمینان یه چیزی است که باید به دستش بیارین، به شما نباید به شما حتما بدن و ما زمانهای سختی رو گذروندیم که به مردم ثابت کنیم که ما با عشق و علاقه است که این کار رو انجام میدیم و تو این زمان فکر میکنم که قانع کردیم به خاطر اینکه کامیونیتی نوردن کالیفرنیا بی نهایت ساپورتیو بوده از ما و ما الان یکی از بزرگترین ارگانیزیشن هایی هستیم که میتونیم پول به ایران ببریم و به بقیه دنیا. ممنون از همه زحماتتون. امیدوارم که Moms Against Poverty Canada هم به اندازه US موفق باشه. من شکی ندارم مونا جان. وقتی این همه عشقی که من امشب اینجا دیدم مطمئنم که این اتفاق میفته. از شماها متشکرم. ممنون ازتون. My name is Delfari Fanai. I am a mother of Nasreen, Yasaman and Kurosh, and I am one of the founding members of Moms Against Poverty. Who knows why one child is born in a life of poverty and the other one in a total life of comfort? I have never been able to figure out. I don't think anybody can figure it out. But ultimately, both children should have the same chances in growing up to become a healthy citizen of this world. چجوری بود مدرسه قبلا؟ دیوارش ترک برداشته بود، بین کلاس ها سوراخ ایجاد شده بود، داشت ویران میشد بر سر ما. By seeing these sites, by talking to the people, by holding the children, it makes it real to me. So I can be the voice of these children and these people.
I can go there and I say, I saw this girl, I saw this boy, I saw this site. It makes me more committed and it keeps me connected. Because if we are not connected and if it's only another business and only from far away I've made 10 buildings, 10 schools or something, never have felt really the need. در خدمت شری نور عزیز دایرکتور مامز اگینست پاورتی هستیم. چند تا سوال ازشون داریم. شری جان سلام. خسته نباشین از ایونت خوبی که داشتین. مرسی که تشریف آوردین. ممنونم ازتون. لطف کنین چند تا سوال به ما جواب بدین. یکی اینکه مردم چجوری میتونن به خیریه شما کمک کنن؟ مردم ما خیلی کمک‌های داوطلبانه رو نیاز داریم. در نتیجه از طریق وبسایتمون، از طریق اینستاگراممون اگر که لطف کنن سر بزنن، اطلاعاتو بیشتر بخونن، اگر که به ما دایرکتلی ایمیل بزنن، هر گونه کمک داوطلبانه‌ای در هر فیلدی که دوستان راحت هستن اگر به ما تو اون فیلد بتونن کمک بکنن ما خیلی هم خوشحال میشیم، خیلی هم استقبال میکنیم. پس سوای کمک‌های نقدی که قاعدتاً باید بیسیک کمک‌هایی باشه که مردم بهتون میکنن، کمک‌های داوطلبانه هم به شما کمک می‌کنه. دقیقاً همینطور. و اینکه برنامه آینده برنامه خیریتون چیه؟ ما قطعاً در تدارک هستیم که یک گلا بذاریم برای اینکه الان امشب تونستیم خودمون رو معرفی کنیم، یک گلا بذاریم برای اینکه برای پروپوزال‌های خاصی که ریسیو کردیم چه از ایران چه از بقیه پروینس هایی که حالا مپ چون گلوبال هست و کار میکنه، ما برای اون پروپوزال‌های خاص، برای پروپوزال‌هایی که از کانادا دریافت کردیم ما شروع کنیم به فاند ریز کردن. سو این فیوچر ما حتما میخوایم که یک گلا بذاریم و بتونیم فاند ریز کنیم برای اون پروپوزال‌های خاصی که تا الان ریسیو کردیم. مرسی، منتظر برنامه بعدیتون هستیم. مرسی از شما. قربونتون برم. خب دوستان از اینکه تا اینجای برنامه همراه ما بودین از شما تشکر میکنم. امیدوارم که بتونیم کنار هم تغییری ایجاد کنیم توی این دنیا، تغییر مثبتی ایجاد کنیم توی این دنیا و بتونیم مامز اگینست پاورتی کانادا رو از ساکسسفول از مامز اگینست پاورتی آمریکا انجام بدیم. مرسی، شبتون بخیر.